یو گایز، چطورین بچه ها؟ امروز اومدیم برای بار دوم که من اولین بار بچه بودم رفتم رشت و الان سن 16 سالگی قرار دوبار برم رشت. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اینجایی که وایسادیم دقیقا نزدیک قزوینه. و الان هم رسیدیم بندر انزلی. خیلی داره خوش میگذره و بابام رفته هتل بگیره، البته پرسجو کنه نگیره. یه پاساژ میخواستیم بریم 46-7 دقیقه فاصله داشت، رفت برگشتنی به رشت اونم میریم. و اینکه کلی ماشین خفن دارم میبینم، مازراتی دیدم و تویوتا لند کروزر دارم میبینیم. اینجا انقدر خفنه. هایپر رفتیم، هم خوراکی رفتیم خوردیم جاتون خالی و هم نره بنزم این ور رد شد. ما بریم به ادامه بلک برسیم. Let's go.
یه بسته خوبی گرفتیم با 2 تا پرینگلز و 2 تا اسپرایت، جمع شد 1,115,000 تومان. بریم تو ماشین و به بابا بگیم و فعلا. این بابام 3 ساعت خوابیده. بابا بیدار شو. 3 ساعت خوابیدی. پارسا بذار بخوابم بابا، بذار بخوابم بابا. 3 ساعت خوابیدی. خوابم بیاد پارسا. میگم 3 ساعت خوابیدی. 3 ساعت خوابیدی. پاشو گشنمونه، بیا بریم یه غذایی بمونه بخوریم. وقت داریم؟ بیا پاشو. نمیذارم بخوابی، ساعت 6. گفتی 5:30 بیدارت کنم. باز خوابید. پاشه دیگه. پاشه یه شام بزنیم. 6 غروب شام کی میخوره؟ 6 غروب کی شام میخوره؟ عمو ما نهار نخوردیم. پس این بیسکویت رو کی خورد؟ داداش 2 تا بیشتر من بیسکویت نخوردم. الان بیسکویت نیست، شکلاته. میخورن اینجا انزلیه، رسمش اینه که نهار بیسکویت چه ربطی داره؟ بیا پرینگلز خوردیم. پرینگلز میخورن شام. تبلیغ میکنی؟ نه برش بگیر. خب این ورم لا کن، عمو سیبیل فوشیش هم هست. از این تایش بگیر. نیست. خب امشب شام چی بخوریم پارسا؟ حواس چی کردی؟ حواس بین برگر و ماهی یکیشو انتخاب کنیم باید. آره آقا ما غذامون سفارش شدیم. اینم برای پارسا. یه چیزی شبیه همین هم برای من عرض بزن. خب با یه ماست و یه زیتون پرورده و یه ماست یورانی اینا رو سفارش شدیم، منتظریم بیاد. من خیلی گشتم. برگر و ماهی یکیشو انتخاب کنیم باید. آره ردیت کنه. برم تهران با مثل سگ تدبیر کنم کلشون. خب غذا آماده شه، یه خورده غذا بذاریم. لیتس گو. اومدیم انزلی من و پارسا برای اولین بار 2 نفره. دومین بار، سومین باری با هم بریم مسافرت خوب. خب اولین بار کلا اصلا انزلی میشنوم. نه وقتی یه بار سایی با هم دیگه اومدیم بندر انزلی. امروز رفتیم کم بلند حرف بزن. امروز آکواریومشو رفتیم دیدیم، دیروز رشت و میدون شهرداریشو دیدیم. الان اومدیم یکی از بهترین رستوراناش که مشرف تالاب انزلیه. این تالابشه پای سواری میکنن. اومدیم یه شام بخوریم، یه شام سنتی ترشی کباب، کته کباب و میگیره. منم جوجه ترش فکر کنم گرفتم، احتمالا جوجه ترش بودن. دقیقا منتظریم بیاد که سرو بشه. وقتی اومد دوباره باز با غذا در خدمتتون هستیم. بله این زیتونش خیلی خوب بود نسبت به اونی که تو شهرداری خوردیم. این 100 بهتره. ماسه چطوره؟ ماست این چه ماستی بود؟ ماست کاری شدی؟ ماست نه ماست خالی نبود. یه ماست و چیز بوده. ماست بورانی. عالیه، من خوشم اومد. نسبت به 2 تا چند نمره چند میدی ابتدا؟ این بهترین ماست و زیتونی که من خوردم تا حالا. خیلی خاصه واقعا. امتیازش رو آخر میگیم. امتیازش آخر سر میدم. خب پشت من دریاست. همیشه اومدیم دریا. بعد غذا دریا میچسبه. هوا خیلی سرده. حالا آب یکم گرمه. شاید رفتم تو آب. خب ما صبحانه رو خوردیم. بعد من همونم آشغالا رو میندازم. بریم پول هتل رو بدیم و برگردیم رشت. اول خواهم بریم کم انزلی دور بچرخیم که یه خاطره خوب به یاد موندنی برام دور بمونه و وسیله‌مون حاضر کردیم و الان بریم پول هتل رو بدیم و بریم.
هم تو شهر اشغال. Let's go. خب اینم از همونجا. چه خبر بابا؟ خوبی؟ گشنمه. ساعت 9 پا شدم. الان ساعت چنده؟ الان ساعت 12:33 است. ساعت من 9 پا شدم. بابا داره عکس میگیره و اینکه ما کم کم داریم میریم تهران. رشت هم یه جایی بود خفن، اما وقت ماشین داشت، من فیلم نگرفتم چون حوصله نداشتم، هم بیحالم. و اینکه ما از این مردابه بریم بیرون و ببینیم چی میشه. خب ما قزوین اومدیم، نهار رو خوردیم و یه چایی بخوریم و پیش به سوی تهران. از جاده قدیم رشت اومدیم. خب ما برگشتیم تهران خونمون و اونجا قیمه نثار خوردیم و کباب کوبیده. خیلی مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین و اگه میخوایم بازم از این ولاگو بگیرم حتما چنل رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.